به نام خداوند جان آفرین، حکیمی سخن در زبان آفرین، و درود بر پیامبر گرامی اسلام و به عرض سلام خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و گرامی قدر. الله مهربان را تشکر می کنم، شکرگزار هستم که باز هم توانستیم چند لحظه کوتاه در خدمت شما برادران عزیز قرار بگیریم. موضوعهایی که در گذشته داشتیم در اطراف نعمتهای جنت، در اطراف سرزمین شادی و سرزمینی که پر از نعمت است صحبت داشته باشیم و چند از نعمتهای این جنت را بیان ساختیم و باز هم می خواهیم که چند نعمت دیگری را بر شما ارائه کرده باشیم. الله مهربان در قرآن عظیم الشأن می‌فرماید: استعیذ بالله و فاکهة مما یتخیرون و لحم طیر مما یشتهون و حور عین كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله العظیم. در این آیت‌های کریمه الله مهربان چند نعمت دیگری جنت را بیان می سازد. یکی از نعمتهای جنت این است که روز قیامت خداوند میوگی ها را در جنت ارزانی می دارد برای بندگانی که داخل جنت گشتند و می فرماید که و فاکهة مما یتخیرون، و از میوگی ها هر مقداری که انسان ها خواهش دارند، پسند دارند، خداوند برایشان ارائه می سازد، برایشان هدیه می سازد. و لحم طیر مما یشتهون، و این چنین از گوشت مرغان استفاده می کنند. هر مقدار گوشتی را که پسند دیدن و خواستن خداوند بر آنها هدیه می سازد و آنها اونجا مشقت هم بر خود دیده نمی کنند، تنها از لذت و مزه این نعمتهای جنت استفاده می کنند. و در دوام الله مهربان می فرماید که و حور عین، و در جنت یک نعمت دیگر است که حور نام دارد که امثال لؤلؤ المکنون، مانند در و مروارید هستند. این اشاره به این است که زنهای اهل جنت، حورهایی که در آنجا هستند، خیلی و خیلی زیبا هستند. و در دوام الله مهربان می فرماید که جزاء بما كانوا یعملون، همه این نعمتها داده می شود به آنهایی که در این دنیا عمل نیک کرده بودند، در این دنیا از نماز گذاشته بودند، در این دنیا روزه ماه شریف رمضان را گرفته بودند و امرهای اسلام را بر جا آورده بودند و آن عملهایی را که اسلام منع ساخته است از آن خود را باز داشته بودند. پاداش اینها را روز قیامت خداوند این نعمتها را برایشان نصیب می‌گرداند. و نعمت دیگری که اشاره به سوی زن هاست، در حدیث وارد شده که حضرت مادرمان حضرت عایشه روایت میکند که روز قیامت بین زنهای دنیا و حورها یک صحبت هست و برتریت داده می شود زنهای دنیا را بر زنهای جنت، یعنی بر حورها. چگونه برتریت داده می شود؟ این گونه که حورها آفریده شده اند تنها برای خدمت بندگان خداوند، اما بندگان زنهایی که در دنیا بودند اینها مشقت کشیدند، اینها روزه گرفتند، نماز خواندند و سختی ها را در دنیا دیدند. این سبب می شود که برتریتی پیدا می کنند بر حورهای جنت، یعنی زنهایی که امروز هستند اگر الله مهربان نصیب کرده باشد که داخل جنت شده باشند بالاتر از حورها هستند و چی در زیبایی و چی در خدمت شوهراشان بالاترند از زنهای جنت، یعنی حورها. و چند اشاره دیگر که پیامبر گرامی اسلام به سوی زنها کردند، راههایی را آموختند که با این راهها می توان به جنت جاودان وارد شد. یک از این راهها که در حدیث مبارک وارد شده است که پیامبر گرامی اسلام می فرماید: ایما امرأة اذا صلت خمسها و صامت شهرها و حفظت فرجها و اطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب شئت. در این حدیث مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم یک بشارت را
بر زنهای امت داده است. این بشارت بسیار بشارت بزرگ است و می فرماید که اذا المرأة صلت خمسها، اگر زنی که 5 وقت نماز خود را برپا دارد و روزه ماه شریف رمضان را گرفته باشد و حفظ و ناموس خود را حفاظت کرده باشد، به حرام دست نزده باشد و شوهر خود را فرمانبرداری کرده باشد، اگر شوهر به سوی معصیت دعوت نکند، دیگر در امرهای دنیا و در امرهایی که دین براش گفته می شود شوهر را پایبند گشته باشد و فرمانبرداری کرده باشد، همین زن روز قیامت پیامبر گرامی اسلام گفتند که درهای جنت براش پیشنهاد کرده می شود که از 8 در جنت از کدامش که خواسته باشد داخل می شود. این هم یک بشارت بزرگ است به سوی خواهرها که به همین راه می توانند که صاحب جنت گردند. دوم حدیثی که باز هم اشاره به سوی زنهاست که چگونه می توانند داخل جنت شوند. حضرت عایشه مادرمان روایت می کند که روز یک زن با 2 دخترچه خود خانه ما مهمان شد و از طعام چیزی خواسته کرد. من هم در خانه چیزی پیدا نکردم بجز 1 دانه خرما. و این ببینید که در خانه نبوت، در خانه پیامبر گرامی اسلام بجز 1 خرما چیزی پیدا نمی شود و همین خرما را حضرت عایشه آوردند و به این زن هدیه ساختند و این زن 2 تقسیم کردند بر دخترهای خود و خود استفاده نکردند و خارج شدند. پیامبر گرامی اسلام به خانه آمدند. حضرت عایشه این قصه را برایش کردند که یک زن آمده بود و 1 خرمای هدیه کردیم، خودش استفاده نکرد و بر دخترهای خود این را تقسیم کرد. پیامبر گرامی اسلام فرمودند و بشارت دادند که هر زنی که با دخترهای خود و فرزندهای خود نکوکار باشد، آنها را به وایه برساند، روز قیامت همین عملش او را از آتش دوزخ نجات خواهد داد. یعنی این هم بشارت است که داخل جنت خواهند گشت. این 2 راه بود که پیامبر گرامی اسلام برای جنت وارد شدن زنها اشاره کردند و از الله مهربان مسئلت میکنیم که خواهرهای ما این راه ها را پیموده باشند تا اینکه صاحب جنتی که پر از نعمتهای هست که نه چشم او را دیده و نه گوش شنیده و نه در دل کسی این حسیات آمده، نصیب خواهرها و نصیب تمام امت اسلام کرده باشد. یک شما را به الله منان می سپارم تا برنامه های دیگر در حفظ و امان خداوند باشید. الحمدلله رب العالمین.